سلام خدمت دوستان در مورد این شمعک یه توضیح کامل بهتون میدم. این شمعک 3 تا خروجی شعله داره. یکی میخوره به بالا به ترموکوپل و یکی به پایین به فنکی میخوره و روبروش هم میخوره به شعله اصلی. حالا اگه این شعله به ترموکوپل نخوره، بخاری خود به خود خاموش میشه. اگه به فنکی نخوره، جرق زنت عمل میکنه ولی روشن نمیشه. و اگر به این شعله نخوره، شعله اصلی، گاز خام بیرون میاد و بخاری شما انفجاری روشن میشه. اگه سوال دیگه داری در خدمتم.